تو شروعی داشتی که بخوای پاکش کنی؟ نه، من پاکشون نمی کنم، چون که احساس میکنم که اینا باید می بودن. اینا اگه شاید نمی بودن، من اون لحظه که میگم مطمئن شدم از اون که باید این مسیر رو برگردم، شاید مطمئن نبودم. اگه من اون تجربیات، اگه اون گذشته ها، اصلا شاید هم گذشته احساسی نباشه ها، بحث گذشته اینه که تجربه است. تو رفتی تو دل جامعه، رفتی تو 4 تا جمع نشستی، گپ زدی، با دوستات حرف زدی، از اونها تجربه هاشونو شنیدی، تو 4 نفر بزرگتر نشستی، از تو بزرگتر بودن، اونا شروع کردن صحبت کردن. اگه هیچ کدوم از اینا شکل نمی گرفت، یا شاید به واسطه اومدن خیلی از آدما تو زندگیمون بوده که رفتن، یا اینکه خیلی از رفیقایی بوده که اون زمان شاید با ما بودن، دوست بودن و تموم شدن و رفتن. اگه اینا هیچ کدوم، اگه هر کدومشون نبودن، شاید ما به اون پختگیه شاید من خودمو میگم، من به اون پختگیه نمیرسیدم از نظر بلوغ روانی که اصلا اولا که بخوام تصمیم بگیرم که ازدواج بکنم. من احساس میکنم خودم با آگاهی کامل و با پذیرش کامل تمام مسئولیت ها، تمام اتفاقاتی که ممکن بود توی ازدواج بیفته که تا حدودی افتاد و تجربهش کردم. یعنی چالش های یک ازدواج، بالا و پایین های یک ازدواج، دارا بودن و ندار بودن یک ازدواج، و مؤلفه های احساسی، روانی، اتفاقایی که تو هر خانواده ممکنه بیفته و چالش های خانوادگی که ممکنه وجود داشته باشه. احساس می‌کنم خیلی چیزا رو خب لمس کردم من تو اون ازدواج و تجربه کردم. فکر میکنم که همون اول که بهش نشستم فکر کردم و احساس کردم که آره میتونم، آمادگی اینو دارم که یک ازدواج رو شروع کنم و یک مسئولیت سنگینی رو بپذیرم. درست در واقع این تصمیم درستی بوده و واقعا تونستم به اندازه خودم، در توان خودم، به اندازه اون دختر 19 ساله که حالا من این ازدواج تقریبا تا 24-25 سالگی من ادامه داشت و فکر میکنم بد نبودم توش. میدونی؟ راضی بودی از خودت؟ من از خودم راضی بودم. نظر من بعد از جدایی اصلا لازمه که شروع بکنی، چون میگم بعد از هر پایانی شروع یک اتفاق جدیده. در واقع واقعا این هست. حالا میتونه این شروع یک کار باشه، میتونه شروع یک تفریح جدید باشه، شروع یک در واقع ارتباطات جدیدی باشه برای تو، هر چیز، شاید اصلا یادگیری یک چیز جدیدی برای تو باشه، بری یک علم جدیدی کسب بکنی، بری یه توانایی جدیدی برای خودت به دست بیاری، که اکثرا خانم‌ها این کارو میکنن. چون بعد از شکست‌ها و بعد از، حالا ما داریم میگیم شکست، میگم چون یک بخشی واقعا تو بعد شکست، از تغییرات بگیم بهتره. بعد از تغییراتی در زندگی. دقیقاً همینه. این کارو میکنن اکثرا خانم‌ها، میرن دنبال این که خودشونو پیدا کنن، اون کارهایی که شاید تا الان نتونستن انجام بدن، به هر دلیلی وقتشو نداشتن، مسئولیت نمیذاشته برن انجامش بدن، به هر چیز دیگه ای رو، وقتی اون رابطه تموم میشه، اون ازدواج تموم میشه، میرن سراغش. اون کارو دوست داشتم، اینجا میخواستم برم، میدونی همه اینا میان و شروع میکنن. اتفاقا خیلی جالبه که شروع میکنن انجامش بدن و این فوق العاده است. خانم‌ها، من خودم این مشخصه زن بودن رو خیلی دوست دارم، چون دقیقاً بعد از هر به قول معروف شکست یا تغییر، اصلا انگار پرتاب میشی به سمت جلو، به سمت موفقیت، به سمت اینکه خودت از خودت راضی بشی، بگی نگاه کن شاید اونجا نتونستم ولی اینجا میتونم. میدونی میتونم حتی من اینجوری تفسیرش کنم که تو بعد از یه تغییر خودتو در یه کالبد جدید یهویی پیدا میکنی، میگی مثلا من آتنا بعد از این اتفاقه اصلا چقدر کالبدم تغییر کرد، من الان یه آتنای دیگه هم که این شهامت رو دارم که برم یه کاری رو شروع بکنم، من این شهامت رو دارم که برم یه اتفاقی رو رقم بزنم، یه تصمیمی رو بگیرم. من تا قبل از اون اگر این اتفاق نمیافتاد قطعا نمیتونستم یه تصمیم بزرگ بگیرم. حالا یه مثال دخترانش هم بخوام بزنم که قطعا خیلی از خانم‌ها الان به خودشون میگن چقدر آشنا. خانم‌ها همیشه هممون میدونیم بعد از اینکه یه دردی رو، یه رنجی رو تحمل میکنن، ممکنه یک دفعه برن موهاشون رو کوتاه کنن.
خب المیرا، با توجه به همه صحبت‌هایی که تا الان داشتیم و این اپیزودو که بخوایم ببندیم، من یه چیزی تو ذهنم بود که از همه مهمونام بپرسم. درسته. و برام اهمیت داره که ببینم چه جوابی از هر کسی میگیرم. المیرا اگه خودش رو بخواد با توجه به این موضوعی که داشتیم با هم صحبت میکردیم، یعنی شهامت شروع کردن و شهامت حتی پایان دادن، یعنی تو اومدی تو کانسپت اولین اپیزود منو تغییر دادی ولی خیلی قشنگ شد، من خوشم اومد از این اتفاقه. خودتو چی توصیف میکنی؟ توی یه جمله میتونی خودتو توصیف کنی؟ المیرا چه ویژگی داره از نظر خودش؟ اصلا کار ندارم دیگران تو رو چجوری میبینن، تو رو با شهامت میبینن، تو رو قوی میبینن، یا هر توصیفی هر کسی میتونه از تو داشته باشه و میدونی که هر کسی یه دیدگاهی داره نسبت به آدما و از ساید خودش به آدما نگاه میکنه. تو خودت رو تو یه جمله برای من توصیف کن. خودم رو بخوام تو یک جمله توصیف کنم، میتونم بگم واقعا شاید نه قوی بودم تو این مدت، نه میتونم بگم شهامت شاید توش بوده، ولی اگه بخوام یه کلمه خیلی بولد بگم یا یه واژه خیلی بولد بخوام در توصیف خودم بگم، برخلاف شاید تصور خیلیا که شاید من از دور میدیدم و شاید جور دیگه منو تصور میکردم تو این مدت، اگه یه کلمه قرار باشه بگم شاید میگم ادامه دهنده. چه کلمه عجیبی، فکر نمی‌کردم. یعنی بدون هیچ قدرتی، بدون هیچ چیزی، فقط ادامه. یعنی فقط حتی شده ضعیف، حتی شده آروم، حتی شده چی میگن، بدون هیچ اتفاق خاص و شاخصی، فقط ادامه دهنده و فقط ادامه دادم. از نظر من خیلی تحسین داره این موضوع، چون من تو تک تک این لحظه ها بودم. نمیتونم بگم کامل بودم ولی خب در جریانش بودم و تمام اون دردها، رنجها و لحظه هایی که با اون شکست ها با سرعت توی اون دل اتفاقا رفتی، تمام اون لحظه ها رو لمس کردم. به عنوان خواهر، شاید اگه رفیقت بودم انقدر درگیر نمیشد احساساتم برای این موضوع و شاید این بغضی هم که الان توی گل اومده به خاطر همینه، ولی واقعا تحسینت میکنم. خب ببخشید، من کلا خود دیگه منو میشناسی، اشکم دارم اشکمه. و خب اینجا صحبت‌های ما تو همین اپیزود به پایان میرسه و فکر میکنم که یه جنبندی خوبی هم داشتیم راجع به موضوعمون، ولی حتما این موضوع ادامه داره و ما تو اپیزود بعدی میخوایم راجع به بقیه اتفاقاتی که میتونه برای یک زن یا یک دختر یه شروع باشه، یک شروع دوباره باشه یا شهامت یک شروع دوباره باشه صحبت میکنیم، که حالا میتونیم بریم توی لایه‌های دیگه اتفاقات و تجربیاتی که تو داشتی، از بعدهای دیگه میتونی برامون صحبت بکنی و این موضوع ادامه داره. مرسی، خوشحالم که میتونم باز صحبت بکنم در واقع تو این تریبون و تو این گفتگو با تو و امیدوارم که صحبتامون بتونه کمک کنه به کسایی که شبیه به من بودن و شبیه به من هستن. حداقل نمیگم کمک بزرگی بکنه، میگم حداقل بدونن که مسیر چیه تا حدودی. هیچکی که مثل اون یکی دقیقاً عین اون انجامش نمیده، ولی میخوام به نوبه خودم هم نوعهای خودم رو آگاه بکنم از اینکه برای من به این جنس، به این شکل این اتفاق افتاد. اگه برای شما شبیه به جنس منه، من دارم بهتون میگم من این مسیر رو رفتم، این کار رو کردم، این اتفاق افتاد، الان اینجا وایسادم. بدون که مثلا این مسیر میتونه این راه رو برای تو داشته باشه. تو میتونی به عنوان یکی که شبیه به منه مسیر بهتری رو پیدا بکنی. اگه احساس میکنی راه من اشتباه بوده، من میتونستم راه بهتری رو برم بعد از این اتفاق یا در حین این اتفاق، تو اون کار رو بکن. اگه هنوز تو اون نقطه ای، تو اون مسیر بهتره رو انتخاب بکن. خیلی خوبه.
و بازم مرسی از شهامتت. هر کی روی این صندلی بشینه در مقابل من، اولین چیزی که تحسین میکنم شهامتشه، چون برای من به شخص خیلی اهمیت داره که دختران و زنانی که روبرو میشینن شهامت گفتن یک سری از چیزها رو داشته باشن، چون با شهامتشون از نظر من یک آگاهی میدن به جامعه زنان. درسته. که اون آگاهی خیلی کمک میکنه به زندگی تو. اصلا همین که من توی معرفی اپیزودم گفتم همین که تو یه تیکه از خودت رو پیدا کنی توی حرفای من کافیه. همین کافیه. قبول داری؟ دقیقا. چون نیازی نیست بگی ای من این تجربه رو نداشتم من چه گوشش بدم. شاید یه جای دیگه اصلا همزاد پنداری کنه اون مخاطبی که داره تو رو نگاه میکنه و حرفای تو رو میشنوه و با خودش میگه چه جالب، من اتفاق مثلا طلاق برام اتفاق نیفتاده ولی یه جای دیگه ای گفتم، مثلا همون چیزی که اول صحبتم گفتم، یه جایی اصلا تو شراکتم من شوک شدم و شکست خوردم. همون اتفاقه، همون که یه تیکه از خودش رو اون آدم پیدا کنه برای من کافیه. بریم که اپیزود بعدی داشته باشیم. مرسی.